اگه بدونید که دوپامین چیه و توی بدنمون چه نقشی داره، معجزه‌هایی از این هورمون شادی براتون میگم که از زندگی لذت ببرید. پس تا انتهای این مطالب جذاب با من همراه باشید. دوپامین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی احساس خوب شناخته شده و یک ماده شیمیایی است که در مغز ترشح میشه و به شما احساس خوبی میده. هورمون دوپامین توی موقعیت‌های لذت بخش آزاد میشه و فرد رو تحریک میکنه تا به دنبال فعالیت یا کار لذت بخش باشه. یعنی با انجام کارهای لازم برای بقا مثل خوردن، نوشیدن، تولید مثل به شما پاداش بده. در این صورت مغز مقدار زیادی دوپامین ترشح میکنه. در نتیجه احساس لذت و خوشحالی به سراغ شما میاد و دلتون میخواد بیشتر این حس رو تجربه کنید. برای همین خوردن شیرینی اعتیاد آوره. با خوردن شیرینی مقدار زیادی دوپامین در مغز ترشح میشه. در نتیجه احساس میکنید جهان زیر پای شماست و دلتون میخواد این تجربه رو تکرار کنید. دوپامین توی عملکردهای بدن هم نقش داره و به عنوان یک انتقال دهنده عصبی در موارد زیر دخالت میکنه، مثل حرکت، حافظه، پاداش و انگیزه، رفتار و شناخت، توجه، خواب و بیداری، خلق و خو، یادگیری و شیردهی. حالا دوپامین چه نقشی در اعتیاد به مواد مخدر داره؟ چرا بعضی از افراد به سمت اعتیاد میرن؟ مواد مخدر فعالیت سلول‌های عصبی مغز برای ارسال و دریافت پیام رو مختل میکنه. برخی از مواد مخدر رایج از جمله هروئین و کوکائین بر این گیرنده در مغز اثر میذارن. اونها میتونن باعث بشن سلول‌های عصبی بیش از حد دوپامین آزاد کنن. جنبه تاریک‌تر دوپامین احساس پاداشیه که افراد هنگام مصرف مواد مخدر تجربه میکنن. همین افتادن در تله اعتیاد میشه. هرچه بیشتر از مواد مخدر استفاده بشه، دوپامین کمتر تحریک میشه و هیچ چیز به غیر از مواد لذت بخش نیست. در ضمن هر بار برای رسیدن به همون تاثیر و لذت اولیه باید مصرف مواد بیشتر بشه. پس اعتیاد یک چرخه بیرحمه. حالا از بحث مواد مخدر بیایم بیرون و میزان بالا بودن یا پایین بودن این هورمون رو بدونیم برامون خیلی بهتره. تا حالا سوالی براتون پیش نیومده که بیماری پارکینسون، سندرم پای بیقرار و اختلال بیش‌فعالی از چی میتونه باشه؟ بله، از زیادی بودن هورمون دوپامین هست. جالبه بدونید جنون، چاقی، اعتیاد هم ارتباط با بالا بودن دوپامین هست. و اگه میزان دوپامین پایین باشه، اشتیاق کمی برای زندگی خواهید داشت. انرژی و انگیزه شما کم میشه. همیشه خسته هستید. ناراحتید. حافظتون ضعیف میشه. نوسانات خلقی دارید. اختلال در خواب، مشکل تمرکز و کاهش میل جنسی رو سبب میشه. و اغلب برای گذراندن روز به کافئین، شکر یا سایر محرک‌ها تکیه می‌کنید. و اگه میزان دوپامین در بدن متعادل باشه چه حسی داریم؟ خوشحالیم، با انگیزه‌ایم، هوشیاریم، متمرکزیم، پر انرژی هستیم، میل جنسی متعادل رو خواهیم داشت. دوست دارم با لایک های زیباتون منو به ادامه دادن ویدیو تشویق کنید. اگه بخوایم تأثیرات خوبی روی جسم و روانمون این هورمون شادی بذاره، پس باید یه سری کارها رو به خوبی انجام بدیم. 1. به اندازه کافی بخوابیم. خواب کافی در هر شب برای حفظ سلامتی ما ضروریه. هنگامی که به اندازه کافی نمیخوابیم، گیرنده های این ماده در بدن ما میتونه تحت تاثیر نامطلوب قرار بگیرن. 2. به موسیقی گوش بدیم. یکی از راه‌های افزایش دوپامین در بدن گوش دادن به موسیقی‌های آرامبخش و شادی‌آوره. 3. ورزش کنید. ثابت شده که ورزش منظم برای سلامت مغز خیلی مهمه. همچنین میتونه به شما در افزایش سطح دوپامین کمک کنه. هر زمان که ورزش میکنید، مغزتان مقداری از این انتقال دهنده شادی‌آور رو ترشح میکنه.
دونده هایی که به طور مرتب روزانه میدوند گزارش میدن که چیزی به نام بالا بودن انرژی رو تجربه کردند. این به عنوان احساس آرامش و شادی توصیف میشه و نتیجه آزاد شدن دوپامین توسط مغز است. علاوه بر این، تمرینات افزایش دهنده دوپامین به بیماران مبتلا به بیماری‌هایی مثل آلزایمر، زوال عقل کمک میکنه. ورزش روی تردمیل منجر به افزایش گیرنده‌های دوپامین در بیماران پارکینسونی میشه. 4. مدیتیشن کنید. مدیتیشن توانایی افزایش سطح دوپامین شما رو داره. تمرین مراقبه انتقال دهنده های عصبی رو تحریک میکنه که به تنظیم اختلالات روانی مثل اضطراب کمک میکنه. اضطراب با کاهش سطح این ماده مرتبطه. بنابراین افرادی که مدیتیشن میکنن ممکن است بتونن اضطراب رو کاهش بدن و سطح دوپامین رو همزمان افزایش بدن. 5. مصرف قندهای فرآوری شده رو کاهش بدیم. مصرف قندهای فرآوری شده مثل آب نبات و نوشابه توانایی افزایش سطح دوپامین شما رو داره. اما این افزایش فقط موقتی و مصنوعی هست. مثل الکل و داروهای تفریحی، شکر میتونه به طور موقت و با دوام اندک این ماده رو در بدن شما افزایش بده و در عین حال بر سرعت تولید طبیعی دوپامین توسط بدن شما تأثیر منفی بذاره. 6. عوامل استرس‌زا رو از زندگی خودتون حذف کنید. استرس باعث کاهش سطح دوپامین میشه. ما همیشه بر چیزهایی که استرس رو وارد زندگی ما میکنن کنترل نداریم، اما میتونیم عوامل استرس رو که تا حدودی قابل کنترل هستن رو حذف کنیم تا به کاهش استرس کمک کرده باشیم. 7. در صورت نیاز از مکمل استفاده کنید. مکمل‌های امگا 3 و منیزیم میتونه هورمون دوپامین در بدن رو افزایش بده و برامون شادی آور باشه. اما اگه بتونیم اونها رو از طریق چربی‌های سالم در رژیم غذایی گیاهی مصرف کنیم برامون خیلی بهتره. 8. کرکمین. کرکمین ترکیبی که در ادویه زردچوبه یافت میشه که این ماده سطح دوپامین رو افزایش میده. 9. خوردن میوه‌هایی مثل سیب، موز، انواع توت‌ها، هندوانه و پاپایا نه تنها حاوی کورسیتین و تیروزین هستند، هر دو تولید دوپامین رو تحریک میکنن، بلکه سرشار از ویتامین هم هستن. میتونید دوز روزانه میوه‌های خودتون رو با نوشیدن اسموتی و خوردن دسرهای پر از میوه یا ریختن تکه‌های میوه در غلات صبحانه خودتون دریافت کنید. میوه‌هایی مثل آناناس اضطراب را کاهش میده و بر تمرکز و انگیزه شما مفید هست. خوردن انواع گوشت‌ها که از گوشت قرمز تا مرغ و ماهی سرشار از اسید آمینه تیروزین هستند. در این میان گوشت ماهی که حاوی مقادیر قابل توجه امگا 3 هست میتونه بهترین انتخاب باشه. سبزیجات سبز، خوردن دانه‌ها مثل دانه چیا، شکلات‌ها و خوردن قهوه. کافئین موجود در قهوه میتونه مغز رو هوشیار کرده و تولید دوپامین رو افزایش بده. دقیقاً به همین دلیل هست که پس از نوشیدن کافئین احساس بیداری و تمرکز بیشتری می‌کنید. امیدوارم که این هورمون شادی بتونه حس سرزندگی و خوبی رو روی همتون بذاره، به شرطی که تعادل برقرار باشه. تمرین‌ها رو انجام بدید تا لذت یک زندگی خوبی رو تجربه کنید. توی شرایط الان واقعاً احتیاج به این هورمون شادی داریم. چه بهتر که همه چیز طبیعی باشه. منظورم اینه به سراغ اعتیاد یا مواد مخدری که شاید اوایل براتون لذت بخش باشه ولی بعدش دیگه اون حس شادی رو ندارید و توی دام اعتیاد گرفتار نشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو به هر کسی که دوستش دارید به اشتراک بذارید. دوستتون دارم و بهترین ها رو براتون میخوام.